وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل با نشر یک معلوماتنامه ویژه از تاجیکستان شناسنامه گرفتن یکی از نفران گمانبر در ترکش انبارهای اسلحه در چیخ را رد کرد. از روی اخبارات رسانوی وابسته به ترکش انبار سلاح در جمهوری چیخ معلوم گردیده است که گویا یکی از دو نفر گمانبران با شناسنامه خارجی جمهوری تاجیکستان به نام تبارف رسلان حلیموویچ صادر کرده باشد. چنین خبر می دهیم که طبق معلوماتنامه مخزن یگانه شناسنامه های خدمات شناسناموی و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت رقم M005947 از 25 فوریه سال 2011 از جانب وزارت کارهای داخلی و واحدهای آن در شهر و ناحیه ها به شهروند تبارف رسلان حلیموویچ سنه تولدش 23 اکتبر سال 1975 شناسنامه داده نشده است. تاکید کرده است وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. این نهاد همچنین در مسئله شناسنامه تاجیکی رسلان تبارف افزوده است که تاکنون درخواست رسمی از ساختارهای دولتی جمهوری چیخ به مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در این خصوص وارد نگردیده است. اما در حالی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما از این کشور شناسنامه تاجیکی گرفتن یکی از گمانبران ترکش‌های سال 2014 در انبارهای اسلحه چیخ را رد کرد، مقامات گواردی ملی تاجیکستان تاکنون در رابطه با باز یک اتهام دیگری مطرح شده در ماجرای اخیراً در گرفته بین چیخ و روسیه استفاده افسران خدمات مخصوص روسیه از نامه الکترونی از نام گواردی ملی تاجیکستان برای راه یافتن به انبارهای اسلحه در شرق چیخ اظهار نظر نکردند.